این کلمه از پیش بود، این مفهوم بود. مثلا یک ربایی بسیار مشهور ابن سینا هست، در مکتب از یاد کردید، بیاید همین را شرح دهیم تا که همین کلمه رو شما یک بار دیگر یاد گیرید. ابن سینا میگه با این دو سه نادان که چنین میدانند از جهل که دانای جهانشانند، خر باش که این طایفه از فرط خری، هر کو نخر است کافرش میخوانند. ببینید 1050 سال پیش این ربایی، 1100 سال پیش میشه. ابن سینا چی گفته است؟ یعنی در همون زمان هم همی پدیده بوده است. گفته است که با این دو سه نادان، اول که وقتی دو سه نادان میگه یعنی به اقلیت بودنش اشاره میکند، دو سه نادان. دوم نادان یعنی از نافهمی. با این دو سه نادان که چنین میدانن از جهل، یعنی از نادانی، از سر جهل که دانای جهانشانند، یعنی از نافهمی، از نادانی، از بیسوادی چنین گمان میکنن که آنها دانااند و دیگرها جاهلند. خر باش که این طایفه از فرط خری، یعنی با این دو سه نادان مثل خودشان میخوان باشه. هر کو نخر است کافرش میخوانند، یعنی هر کسی که مثل اونا نیست حکم کافر میتین. اینا از گروه های افراطی همی کار میکنن. اینجا برای ما کلمه در کار بود، گفت که از فرط خری، یعنی فرط یعنی افراط، میگه از نهایت خریگری، از نهایت نادانی. هر کسی که خر نیست، هر کسی مثل اونو نیست، هر کسی که مثل اونو رفتار نمیکند کافر اعلان میکنه. این از بینه همی گروه داعش به غیر مسلمان رو، هر مسلمان رو هم که مثل اونو نیست کافر اعلان میکند. همین هر کو نخر است کافرش میخوانند. ابن سینا 1000 سال پیش گفته است. افراط چی است؟ یعنی اگر ما در یگان مسئله از حد اعتدال، از معیار، از چارچوب بیرون برایم، میگیم افراط کرد. یعنی که از حد زیاد، از نرم زیاد، از چارچوب زیاد، از حد اعتدال و عقل بیرون. خب از ریشه عربی فرد که یعنی که نهایت، از حد زیاد. و وقتی که درباره دین گپ میزنیم، افراطی دینی یعنی کسی که در فهمش دین، در عمل به فرمودهای دین، در تبلیغ دین، در تطبیق دین افراط میکند. فرضاً اگر اسلام یا مذهب حنفی گفته باشه که زن رومال پوشه، روش کشاده باشه، دستش کشاده باشه، پاش کشاده باشه، این طالبا میونه در همی خلطه انداخته زنکه. و من نمیفهم که همی آدم است یا نه، چون که وی افراط گفته که زن باید عموما ننماید، در همی خلطه انداختهش. حاضر این طالبا آمدن گفتن که عموما از خانه نبراید، در کوچه باید قدش دیده نشود، کار نرود، نخوند، زن باید در خانه حبس باشد. حتی اون ژورنالیست میگه که آخه مثلا فرزند زنی تنها، فرزند نداره، شوهر نداره، بیوه زن، او گرسنگی ده میمورد که در خانش. میگه اگر موردم حقوقی برآمدن نداره. اینه در تلویزیون گفت، مصاحبه ده همون شیخش گفت که اگر موردم این گناهی کمتر است نسبت به اینکه او در کوچه براید بی محرم. این افراط. یعنی ببینید در یک حکم دین از پیغمبرم از امامم سخت‌تر میگه که باید همین زن عموما اگر در اختیارش میتونه میگه نباشد. و افراطگرا یعنی گرایش داره به افراط. من فکر میکنم استاد همین کلمه ما بسیار نرم گرفتیم، افراطگرا. افراطگرا یعنی فقط گرایش، تمایل داشته. افراطگرا نه، افراطی، همین درست نوشتن، افراطی. گرایش یعنی تمایل، اوکلان کردن به سوی افراط. اگر همین افراط رو در دین کرد میگیم افراطی دینی.
در اسلام هم این گونه گروه ها بودند. یعنی یک گروه با نام خوارج در دوره خلیفه ها بود که این قدر بین خوارج خودشان مسلمان میگرفتن، این قدر عبادت میکردند که در همه کتاب آمده است که از نمازخانیه یعنی آرنجاشون قلخش گرفته بود، مزال از نمازخانیه در سجده کنیه در پیشانیاشون مزال شده بود، زانوهاشون مثل زانوی شتور شده بود نشه در کتابا. این قدر اینا که زیاد روی میکنن. این هم اینا خستن حکم کردن حضرت علی را کشتن. بینید حضرت علی شاگرد پیغمبر، صحابه پیغمبر، داماد پیغمبر، خلیفه مسلمانان، دانشمندترین شخص اسلام. حتی پیغمبر گفتن که من شهر علمم، علی در اون است. با وجود این همین 4 نادان 4 جاهل قرار کردن گفتن که این علی به اندازه کافی مسلمان نیست. رفتن او را در وقت نماز بامداد از پشت سرش به شمشیر زدن کشتن. یعنی حادثه ترور ببینید از سوی گروه افراطی. همون سناریویی که از میبینیم این همین سالهای اخیر چقدر شیخای بزرگ اسلامی را اینا کشتن. این رمضان بوتی را در سوریه گروه داعش ترکاند، فقیه اساسی عالم اهل سنت. بنابراین این حادثه بود با نام خوارج، یعنی خروج کنندگان، مخالفان. همین گروه، همین نظریه، همین حالت امروز هم مشاهده می شود. مثل طالبان، مثل القاعده، مثل دیگر گروه های مثل داعش، گروه های افراطی